دقت کردی یه سری آدمو که با غریبه‌ها خیلی مؤدب و مهربونن، همین که پدر مادرشون زنگ میزنن یهو عصبانی میشن؟ اون رفیق خوش برخوردت که همیشه گوشی بقیه رو درست میکنه، وقتی پای حرف زدن با خانواده‌اش میرسه انگار یه آدم دیگه است. بعد تماس هم میره اونورتر، نصف پاکت رو تنهایی میکشه. هممون یه جورایی این تجربه رو داشتیم. یکم فکر کن، هر بار از بچگی خواستی با پدر یا مادر در دل کنی، آخرش چی شد؟ یه چیزی گفتی، یهو تبدیل شدن به فراستی و اونجا شد جلسه نقد و شروع کردن به سرزنش کردنت. گفتی تو امتحان گند زدی، گفتن تو همیشه همین جوری بودی. گفتی تو کار استرس داری، گفتن فلانی رو ببین چه شغل خوبی داره. تو فقط یه آغوش می‌خواستی، بهت یه منبر دادن و سخنرانی کردن. تو روانشناسی به این میگن زخم بین نسلی، یعنی همون جوری که پدر تو وقتی بچه بوده از پدر خودش شنیده که با این کارا به هیچ جایی نمیرسی، حالا ناخودآگاه داره همون جمله رو به تو میگه. 3 تا نسل اسیر یه چرخه مزخرف تکراری. قبول کن که پدر مادرای ما هیچ وقت آموزش ندیدن که چجوری احساساتشون رو بیان کنن. وقتی ما پشت تلفن کنترلمون از دست میدیم، یادت بیار که اون پدر مادرت گاییده که تو الان اینجایی. خب کدش با پدر مادر درست صحبت کن. والا یه چی باب شده هر بزرگتری قابل احترام نیست. کیر بزرگترت کدش؟ تو خونهشون زندگی میکنی، غذا بهت میدن، بزرگت کردن، بعد میای گندگوزی میکنی واسه شون. کیر کدش کیر.